خب سلام و درود خدمت دوستان عزیز. حامد هستم از چنل درآمد آنلاین. امروز تو این ویدیو میخوام درباره آپدیت جدید همستر کامبت با هم صحبت کنیم که در واقع شکل ظاهری همستر تغییر کرده. یه سری نکات مهم هست حتما میخوام بهتون بگم که مراقب باشید و انجامشون ندید. حتما تا آخر ویدیو رو ببینید. دمتون گرم، پرچمتون بالاست. حتما ویدیو رو لایک کنید، چنلم ساب داشته باشید. یه مدت دسترسی به اینترنت هم خوب نبود، نتونستم منظم ویدیو براتون بذارم، ولی سعی میکنم حتما مهمترین آموزش‌های ایردراپ های تلگرامی مثل همستر، تبسواب، اینا رو همه رو براتون بذارم. دمتون گرم، پرچمتون بالاست. ببینید همستر اومده یه تغییراتی توی ظاهرش داده و وقتی که وارد همستر میشید بالا 3 تا آپشن اضافه شده. یکی این که اولین گزینه، حالا توی ادیت هم براتون مشخص میکنم، اولین گزینه دیلی ریوارد که همون جوایز روزانه هست که مثلا یه ویدیو یوتیوب جدیدی میاد یا این دیلی ریواردایی که هست، اینا میان تو این قسمت. یعنی قشنگ یه جوری مثلا مرتبش کرده که شما نخواهید مثلا برید دنبالش بگردید، همه رو گذاشته تو همون صفحه اصلی. اوکی، پس این دیلی ریوارده این همون جوایز روزانه هست که توی خود همستر اضافه میشه. خیلی راحت از اینجا میتونید دسترسی داشته باشید بهش. گزینه وسطی این همون کد مرسه که دیگه راحتش کرده براتون، دیگه آورده گذاشته اونجا، هر موقعی که بخواید میتونید بزنید. و اون تیک بالاییش هم، تیکی که بالاش گذاشتم، یعنی که شما کد مرس اون روز رو زدید، استفاده کردید و اون 1 میلیون رو بردید. اوکی، پس گزینه اولی واسه جوایز روزانه است، گزینه دومی واسه کد مرسه، گزینه سومی دیلی کامبو هم که همون کارتای روزانه هستش که قشنگ مرتب شده، ارده و گذاشته اونجا. به نظرم خیلی اینجوری دسترسی بهش راحت تره، یه مقدار شکلشو عوض کرده دیگه. بعد نکته‌ای که می‌خواستم بهتون بگم اینه که پرسیده بودید که حالا بعضی ویدیو گذاشتم ولی این قسمت توربو هنوز فعال نشده. می‌بینید که زده کامینگ سون. اوکی، بعد نکته مهمی که هست، یه گزینه این بالا هست، گزینه تنظیمات. این خیلی مهمه. ببینید اینجا این تنظیماتی که میزنید، یه قسمت اینجا اضافه شده به اسم دیلیت اکانت. حالا توی ادیت هم براتون مشخصش میکنم، یعنی حذف اکانت. اینو اصلا روش نزنید، به خاطری که نمیدونم دلیل این که حالا همستر اومده اینو گذاشته چیه، نمیدونم. امیدوارم مثلا یه عده بیان همینجوری بزنن روش اشتباهی مثلا اکانتشون حذف بشه که یکم توکن سوزی بشه، چون خیلی کاربرش بالاست. بخاطر غیر از اون واقعا من دلیل دیگه ای نمیبینم که چرا باید دیلیت اکانت رو بیاد اضافه کنه توی این بخش. فقط این بخش دیلیت اکانت رو اصلا نزنید، اگه زدیدم اون کنسلش کنید، به خاطر که خب چرا باید اصلا بیایید اکانتتون رو حذف کنید وقتی که اینقدر وقت گذاشتید روش. به نظرم یه چیز بی‌موردیه که اضافه شده و این نکته مهمش بود. حالا یه ویدئوی مهمم درباره پروفیت براتون آماده میخوام کنم بذارم، حالا یا فردا یا پس فردا. و اینکه هر روز سعی کنید توی این قسمت کارت‌های مخصوص، مثلا یه کارت اومده، این خیلی کارت خوبی هستش، اینم حتما یادتون باشه برید آپدیتش کنید، چون تایمر هم داره. زود به زود سعی کنید سر بزنید بهش، ببینید اگه تایمش تموم شده مجددا آپدیتش کنید. کارت خیلی خوبیه و جدیدن هم دیگه خودتون میدونید. تو این قسمت هم نیو کارت هم همیشه چک کنید، بعضی موقع کارتای جدید میاد و جدیدن هم میدونید دیگه این لایسنس هایی داره اضافه میشه بهش، این کشورهایی که هست. شما بیاید اینجا رو چک کنید، حتما این قسمت ها رو چک کنید، چون که ممکنه کشورهایی بیاد که مثلا چون اوایلشون هست، مثل همین لایسنس اندونزیا، میبینید 2 میلیون سکه کم میکنه ولی 9K به پروفیت شما اضافه میکنه. حالا من اینا رو آپدیت نکردم به خاطر که تو اون ویدئوی پروفیت میخوام کامل بهتون توضیح بدم. اوکی، اینم از این قضیه. خواستم این توضیحات جدیدی که این تغییر ظاهری که داشته رو بهتون توضیح بدم. حالا اگه بازم سوالی بود، جاییشو من متوجه نشدم یا از قلم انداختم، توی کامنت بگید، حتما براتون توضیح میدم. توی همون کامنت ریپلای میزنم، بهتون جواب میدم. دمتون گرم، پرچمتون بالاست. ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب داشته باشید. دمتون گرم تا ویدیوی بعدی. See you.